سلام و درود، خوش اومدید به یک کلیپ دیگه از کانال کریپتو ارنینگ. امروز بعد از مدت ها اومدیم با معرفی یک پروژه جدید لایه 1 به اسم رتیوم و اینکه پروژه رو میخوایم بهتون معرفی کنیم. هنوز تستش شروع نشده، فعلا در فقط کارهای دیسکوردی داره و اینکه آنچنان زیاد فعالیت های سختی هم نداره، یعنی فعلا لول بندی و آنچنانی نداره. فعلا یه سری فعالیت های اولیه با شما انجام بدید و اینکه پروژه تقریبا شسته رفته ایه، فعلا کار خاصی انجام قرار نیست شما بدید و اینکه میشه به آینده پروژه امیدوار بود، حالا طبق چیزهایی که گفته شده و باید منتظر بشیم. نگاه کنید، این پروژه به گفته خودشون خب یک بلاکچین کاملا مستقل هستش، یعنی نه فورک هست نه کپی از بلاکچین های دیگه هست و اینکه اومدن با زبان برنامه‌نویسی راست به اصطلاح کل پروژه رو ساختن و اینکه بر اصول و مبنای ریاضیات و منطق اومدن این کار رو انجام دادن. برای چی؟ برای اینکه حالا یه سری ویژگی‌های منحصر به فرد خودش رو داشته باشه و اینکه سرعت و حالا یه سری باگ هایی که مثلا تو بلاکچین های دیگه به اصطلاح وجود داره اینجا وجود نداشته باشه. یه سری توضیحات خاص خودش رو داره. شما میتونید در مورد پروژه بیاین و توی وبسایتش تحقیق کنید، مثلا در مورد اینکه معماری حالا به اصطلاح بلاکچینش چیه، نمیدونم ویژگی‌های فنی کلیدیش چیه. مثلا به طور مثال اومده از به اصطلاح 3D مش استفاده کرده. 3D مش یعنی یه به اصطلاح چند بعدی کرده تراکنش‌ها رو، تایید تراکنش‌ها رو بین بلاکچین های موازی، بین بلاک های موازی ببخشید، و یه سری چیزهای دیگه. کلا شما میتونید همه رو اینا رو بیاین توی وبسایتش بخونید. خب و اینکه فعلا از جذب سرمایه چیزی گفته نشده. طبق توکنومی که فعلا اعلام کردن 1 میلیارد توکن وجود داره و اینکه درصدهاش همه هست، میتونید برید مشاهده کنید توکنومیش رو. رودمپش هستش این پایین صفحه. اگر شما بیاین توی خود سایت پایین صفحه یه سری رودمپ گذاشته، وایت پیپرش هست و اینکه یه سری توضیحات کامل در مورد پروژه داده و اینکه قرار یک نوع مجوز خدمات مالی استرالیا بگیرن به اسم AFSL. خب حالا این قراره قبل اینکه مینت لانچ بشه این مجوز هم گرفته بشه، یعنی فعلا مراحل ابتدایی اخذ مجوزش رو دارن انجام میدن و کلا یه پروژه ای هست که نسبت به پروژه هایی که ما تا مثلا به طور مثال پارسال دیدیم، این همه مثلا به اصطلاح رودمپ و نمیدونم توکنومی و وایت پیپر کامل و اینجور چیزا تو پروژه های قبلی ما نمیدیدیم. فقط این نکته مثبت فعلا در مورد این پروژه است. یه سری چیزهاش کاملا مشخصه اگر اینجا بیاین دقت کنید. حالا بعد از اینکه به اصطلاح تستنت شروع بشه تازه فعالیت های اصلی پروژه مشخص میشه. خب اینجا عملا مثلا پایین صفحه شما بیاین میتونید در مورد نه به اصطلاح پشتیبانی کردن چه زبان‌هایی برای اسمارت کانترکتش و حالا به بقیه چیزها رو میتونید قشنگ کامل دریافت کنید و اینکه مثلا یه توضیحاتی داره در مورد اینکه این بلاکچین روی به اصطلاح NFT و بازی‌های کریپتویی هم میتونه فعالیت خوبی داشته باشه چون سرعت شبکش بالاه و تراکنش‌ها رو زودتر تایید میکنه. کل پروژه رو میتونید کامل اینجا بیاین ببینید. خب فعلا گزینه ثبت نام چیزی برای تست وجود نداره، فقط بهتون گفتم مثلا بیاین توی سایتش قشنگ خودتون مشاهده کنید. همه این چیزها رو مثلا توکنومی رو قشنگ اومده توضیح داده و اینکه یه سری تارگت هاش رو گذاشته، درصدها رو گذاشته. میبینید که همه چی رو به صورت منظم کامل توضیح داده. خب ولی صرفا فقط این کلیپ ساختم برای اینکه شما یه نمای کلی از پروژه بدونید و اینکه وقتی دیسکوردش رو وارد دیسکوردش بخواید بشید، خب یه سری کارهای خاص باید انجام بدید برای دیسکوردش. خب
الان من دیسکوردش رو براتون باز میکنم. نگاه کنید دوستان، این دیسکورد پروژه است. خب الان بعد اینکه شما میایین به حساب وریفای کردن رو انجام میدید، خب حالا گروه فارسی هم داره، میتونید قشنگ با بچه‌ها تو گروه فارسی صحبت کنید، خودم هم اونجا هستم. بعد اینکه وریفای کردن رو انجام میدید چند تا گزینه این شکلی سبز رنگ دارید. این سبز رنگا رو حتما اون گزینه‌ها رو بزنید. خب مرحله به مرحله میرید، مرحله بعدی بهتون میگه مثلا برید تو این سرور رو انتخاب میکنید، بعد دوباره دکمه سبزش رو میزنید، دوباره میرید تو سرور بعدی، دوباره دکمه سبز رو میزنید و در نهایت یه سوال ازتون میپرسه نماد توکن رتیوم رو میخواد که RTM هست. این رو مینویسید. بعد از 1 ساعت فضای چت کردن کلا براتون باز میشه. خب این تا اینجای کار. نگاه کنید توی این به اصطلاح دیسکورد چند تا رول داره که باید اون رولا رو اول بگیرید. نگاه کنید تو جامعه فارسی که بیاین بزنید، خب یه پیامو امروز ما نوشتیم به صورت فارسی، پین شد اینجا. خب مرحله اول چیه؟ اینی که شما باید بیان ایکس فالوور رو بگیرید. یعنی چی؟ یعنی باید بیان دیسکوردتون رو بهش کانکت کنید. میاد تو قسمت چک مای رنک، خب می نویسید اسلش لینک، خب آیدی دیسکوردتون رو میذارید. نکنید اسلش لینک وریفای نوشته یور ایکس یا همون توییتر. اینا که زدید، خب اینجا میاد میگه که آقا آیدی توییترت رو بده. اینا که زدید اینتر رو زدید یک کد بهتون میده. خب اون کد رو بر میدارید پست میکنید توی توییترتون. کد خالی هم پست کردید اصلا ایراد نداره. لینک رو بر میدارید کپی میکنید، میاین بهتون میگه بیاین تو این کانال. خب اینجا میاین، خب میزنید اسلش سابمیت. خب سابمیت رو نگاه کن اینجا نوشته. سابمیت رو میزنید، اون لینک رو پست کپی میکنید اینجا و اینتر رو میزنید. خب اینتر رو که زدید بهتون میگه وریفای شدید. خب وریفای که شدید میاین یه پست در مورد پروژه تولید میکنید، پست میکنید و میایین دوباره تو همین کانال. خب این بار دیگه سابمیت هم نیاز نیست، فقط همون لینک رو کپی میکنید میفرستید اینجا مثل بقیه بچه‌ها. زمانی که این تیک به حساب سبز خورد اینجا براتون، بعد از 24 ساعت الی 7 روز که معمولا تو همون 24 ساعت انجام میشه، رول ایکس فالوور رو بهتون میده. مثلا نگاه کنید الان رول ایکس فالوور رو نداره. خب ولی این آقا نگاه کنید یه رول داره به اسم ایکس فالوور. نگاه کنید این رول رو، این رول رو که گرفتید نوبت میرسه به این رول سبزه کاتت. این چجوریه؟ این رول رو که گرفتید، اول ایکس فالوور رو که گرفتید، دوباره میایین تو چک مای رنک. حالا میتونید همزمان هم این کار رو بکنید. بعدن که ایکس فالوور اضافه شد اون رول هم بهتون اضافه میشه. میایین میزنید اسلش کویز. نگاه کنید اسلش کویز رو که زدید 8 تا سوال باید انجام بدید. یک بار اینو میزنید سوال رو جواب میدید، دوباره میایین میزنید جواب میدید، 8 بار این کار رو انجام میدید. در نهایت بهتون میگه کویز شما تکمیل شد. و بعد اینکه اون ایکس فالوور رو گرفتید کویز شما میگه به حساب کویز شما انجام شد. باید تو کانال و گروه ما توی تلگرام عضو بشید. اول اینو عضو میشید، از این قسمت میاد توی قسمت به اصطلاح تمام لینکاش بذارید این قسمت. نگاه کنید آفیشیال لینک اینجا میزنید، کانالشو این قسمت نوشته عضو میشید. بعد شما رو میفرسته توی رباتی، ربات رو استارت میزنید و اون رول رو دریافت میکنید. خب این یه سری، این دوتا رول از همه ساده تره و اول کار شما باید بگیرید. رول های بعدی هم به ترتیب اینجا توی به حساب پین شده کانال مشخصه. رول اسکات هستش که شما باید همون رول کادت رو داشته باشید. شرایطش اینه توی 3 تا ایونت شرکت کنید، معمولا اسپیس میذاره یا حالا هر ایونت دیگه ای که میذاره، تو 3 تا ایونت باید شرکت کرده باشید. یک نفر هم به دیسکورد اینوایت کرده باشید. خب اینوایت کردن هم دیگه مشخصه دیگه، شما میان روی، اگر با لپتاپ هستید که میان روی گزینه میزنید و اینوایت تو سرور رو انتخاب میکنید. اینجا بهتون لینک رو نشون میده. خب لینک رو بهتون نشون میده.
ولی اگر با گوشی هستید روش دیگه ای هستش. میاید تو قسمت، حالا مثلا به طور مثال همینجا الان من مثلا میام تو جنرال بهتون میدم، اگر کامپیوتر بتونم بهتون نشون بدم. توی جنرال میاد میزنید، یه قسمت داره اینوایت، با کامپیوتر رو من نشون نمیده. تو جنرال میزنید اینوایت، بعد میاین گزینه ادیت لینک رو میزنید، اونجا یه لینک بهتون نشون میده، مثل لینکی که من اینجا دارم تو کامپیوتر. این پایین نگاه کن، این لینک اختصاصی شماست. با این لینک دعوت میکنید یک نفر رو، بعد از 7 روز فعال موندن اون شخص براتون اینوایت به حساب ثبت میشه. وقتی که ثبت شد شما این رول اسکات رو میگیرید. خب رول بعدی که حالا در مورد شرایطش اینه که حالا شما باید کادت رو داشته باشید، 5 تا عضو واقعی دعوت کرده باشید و این رول رو بتونید دریافت کنید. رول بعدی مثلا یه رول دیگه هستش که میگه اسکات رو باید داشته باشید، 60 روز توی سرور حضور داشته باشید، XP کافی، فعالیت مستمر و عدم تخلف. خب این رو بعد بهتون میده. رول بعدی که هلپر، گزارش دقیق اسپم ها رو، ربات ها و کمک کردن به کاربرها هستش. این رول خود سرور بهتون دستی میده، اتومات نیست. رول بعدی پابلیشر هستش که شرایطش اینه که 4 تا پست با کیفیت گذاشته باشید، نمیدونم اسکات رو داشته باشید، یه مقاله هم توی خارج از توییتر مثل میلیون گذاشته باشید. اینا همه اینجا هستش دیگه. حالا میتونید بیاید کامل همه رو بخونید. این پروژه فکر کنم حدودا 20 روز دیگه فکر کنم تستش استارت بشه و اینکه به اصطلاح کیف پول شخصی خودش رو داره و توکن هم که همونجا تستی از تو کیف پولشون میگیری. حالا باید منتظر وایسیم تا تستش استارت بشه و کلیات پروژه رو ما بفهمیم. خب این بالا میگم گفتم که همه کارا رو شما میتونید تو این قسمت بیاین ببینید، وایت پیپر رو، حالا توکنومی و بقیه چیزها رو. خب امیدوارم که شرکت کنید تو این پروژه و در نهایت یه پاداش خوبی هم بتونید بگیرید. حالا تو کلیپ بعدی سعی میکنم با جزئیات کامل براتون رول های دیسکورد رو کامل توضیح بدم، چون یه خورده کلیپ طولانی میشه، نمیخوام وقتتون گرفته بشه. امیدوارم پرسود و موفق باشید. تا کلیپ بعدی، خدا نگهدار.